از عایشه رضی الله تعالی عنها روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند شب قدر را در شبهای طاق دهه آخر رمضان جستجو نمایید. روایت بخاری و مسلم. شرح این حدیث: شب قدر در شبهای طاق دهه آخر ماه شریف رمضان است. جستجو نمودن شب قدر و به عبادت مشغول شدن در 10 شب آخر ماه رمضان سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم می باشد. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين.